بعد فکر کن تو این تایمی که ما کار میکردیم نه هوش مصنوعی دسترسی داشتیم، نه تو این اقتصاد بیای مثلا چیز کنی، بیای فکر کن شروع کنی یه کسب و کاری رو، بعد بیای راش بنداز. چیکار میکنی؟ سلامتی قربونت. قربانت. الان شروع شده مثلا. آره. خوبه. باید کلا ویدیو به نظر من باید چیز باشه، بیکات باشه. بیکات آجی. بیا امروز در مورد چیز صحبت کنم. خاطرات که شرکت زدیم صحبت کن. از کجاش میخوای بردارم؟ از چی بگم؟ از کجا شرکت؟ از دقیقش آجی ارفان ما اصلا از کی به ذهنمون رسید؟ از چه تاریخی بود؟ قبل سال بود یا بعد سال؟ آره از تاریخ داخل اسفند بود. اسفند بود. اسفند از قبل عید بود که دیگه بعد عید و تعطیلات عید جدی شد. یاد باشه جدی شد. من اصلا فقط قسمت هایی که مثلا نشستیم در موردش فکر کردیم اصلا یادم نمیاد. چرا؟ من واقعا انگار فراموشی گرفتم اونا. تو با اشکان فکر کرده بودی بعد اومدی سمت من، جای منو بیدخ بودم به من گفتی. یادم اومد. راستی حاجی اشکان آوردیم بهش گفتیم که میخوای بیای تو کار. تو اول با اشکان بودی، با اشکان فکر کرده بود. آره اشکان سر اون پروژه چند مگاواتی بود؟ 1 مگاواتی بود. 1 مگاواتی که پدرش میخواست اوکی کنه. آره چه چیزایی به ما گذشت حاجی. الان فکر کنم الان باید یا 19 مرداد باشه. چند مرداده؟ الان 19 مرداد. سه‌شنبه 19 مرداد. 19 مرداد. الان بعد از 4 ماه دیگه، درسته؟ 4 ماه. به نظرم با یه کاتی بده. یه آنتراک گرفتیم. آره برامون پیش اومد. تلفن زنگ خورد. داشتم. از تهران بودن. داشتم میگفتم حاجی مثلا این 4 ماه خیلی چیزا حاجی به ما یاد داد. آره حاجی کلی تجربه. تو 1000 جا که رفتی پیش 1000 نفر که تو فکر کن نرفتی که مثلا تو هیچ وقت پاد نرفتی پیش مدیر اداره بشه یا این کار من میخوام براتون انجام بدم، این بودجه، این طرح، این فلان. کارا رو ما هیچ وقت نکرده بود، یعنی نشده بود که بگی مثلا یه کسی رو بخوای متقاعد کنی یه کار خوب، یک شخص مثلا آدم درستی، آدم حساب شده. مثلا آجی من خودم مثلا از چیزای اداری اصلا سر در نمی آوردم درست و راست. کاغذ بازی‌ها من میری توش گیر میکنی، میری مثل منجلاب میری گیر. من فکر می‌کنم اون موقع که سر در نمی آوردی زندگیت بهتر بود. آره کاش هیچ وقت سر در نمی آوردم. کاش هیچ وقت مثلا همون تو خونه بابام نشسته بودم مثلا اصلا رفیقت بود پدرش گفته بود که برو بشی تو خونه پسر جان. ضررش کمتره برای من. ضررش بر خودت کنه. روح و روانت سیغل داره اینجوری. مثل داستانی که حامد با من دستات میگه دسته اینگاه سنباده سرد اون دست دیگه نرم نمیشه راحت دیگه. ولی آجی مثلا یه چیزی که بعضی وقتا میشینم فکر میکنم در موردش ارفان، ما واقعا از صفر ساختیم. آره دیگه هیچ چیزی نبود. شرکت پشتوانه هم از صفر که از ساختی، از صفر بدون پشتوانه بود. یعنی از صفر بود آجی. هیچ پشتوانه مثلا ما الان مثلا داریم صحبت میکنیم، ما الان چندین روزه مثلا به فکر افتادیم که دیگه تجربیاتمون رو بذاریم تو یوتیوب و این چیزا. آره همین رفته ویدیو اولم مثلا اونجوری بود، ویدیو دوم باز صدا به در نمیخوره، الان باز مایک مثلا فهمیدیم چجوری باید بگیریم. اینم همینجوری، شرکت هم تقریبا همینجوری بود، ولی خب ما به سقف شیشه‌ای خوردیم فعلا. تو شرکت به سقف شیشه‌ای خوردیم. ولی آجی میگم تلاش خیلی کردیم. ما هر راه نرفته فکر کسی به عقل جن نمیرسید رفتیم میگم. ولی از اینجا تو پاش مثلا 100 تا 200 سوار یه شهر دیگه که مثلا یه قراردادی ببندی و یه آدمی که اصلا نمیشناختی و یه جایی که شناختی نسبت بهش نداری دیگه. ولی آجی میگم از این گرفته تا مثلا بری پیش یه مدیر اداره‌ای بعد باهاش صحبت کنی، مدیر کلی مثلا ما پیش مدیر کل دیگه 2 تا مدیر کل رفتیم صحبت کنیم، متقاعدش کنیم این کاری که مثلا بخوای انجام بدی این سودشه، بنفیتشه، اینجوریه، برای دولت خوبه، برای نمیدونم برای
فلان خوبه. آره کلی مزایا داره و اینا، مثلا اینا رو ما همه رو انجام دادیم. یعنی مثلا از شخص کوچیکی که مثلا تک فرد خصوصی تا ارگان دولتی تا شرکت خصوصی پیش همه رفتیم آجی. بعد یه مثلا همه چیز آجی وقتی شروع نکردی هنوز اینجوریه که مثلا میگی بابا کارو میریم راه میندازیم اینجوریه، ولی وقتی وارد یه ارگانی میشی به یه نفر که میخوری که بودجه دستشه میفهمی که آجی واقعا اینجا خونه مامان بابا نیست. نه اینجا اگر بتونی راضی کنی راضی کردی، نتونی دیگه هیچ کار نمی‌کنی. واسه راضیش کی کنی اونو مثلا راضی کنی بعد یه نفری هست اونجا مثلا میگه اینجاش کجه اونجاش راسته. این جایی که مثلا میری یه رنگی که مثلا اینجوری این اسمی که داره اسمش خوب نیست، مثلا اسمش خراب، نمیدونم این زمینی که مثلا توش داری یا شیب داره کجه. نباید با مثلا چیز راست کنی، باید بری مثلا فلان کنی. اصلا میگم هزار تا طرح و برنامه تو ذهن اون داره که اونو اجرا کنی، اونا رو باید درست کنی. ولی میگم عرفان، ولی مثلا یه چیزی که هست به نظر مثلا من میگم آجی باید ادامه بدیم کلا هر چیزی رو. نظر تو در مورد ادامه دادن این شرکت چیه؟ ادامه دادن که ما داریم ادامه بدیم، اینجا نشستی پشت دوربین داری چیز می‌کنی، بس ادامه نیست. بس میگی کار الان ما داری تجربیاتتو داری میگی، بس ادامه نیست. داشت تجربه، یعنی کات میتونی بزنی. کات چی بزنی؟ نه این کلا یعنی ته تجربیات آجی به نظرم این بود که مثلا یعنی میگم ته تمام تجربیاتی که ما داشتیم این بود که آجی تو هر حالتی باید چیز کرد، مقاومت کرد. منظور از این حرف مقاومت بود. یعنی میگم نباید خودتو ببازی. آره به نظر من مثلا کل حالا این ویدیو شاید مثلا یه پارت الان یه پارت بشه، ولی تو کل تجربیاتی که ما بخوام به ریزش صحبت کنیم که مثلا الان این ویدیو سر ویدیوهای قسمت مثلا یه چیزی تجربیات شرکتمونه، این مثلا در مورد یه چیزی که مثلا الان داریم اول معرفی از اون تجربیاتی که داریم میگیم که بعدا مثلا بشینیم ریز تحلیلش کنیم و اینجا بگیم اینو یاد گرفتیم و این چیزا. ولی در کل تهش من میگم تو هر چیزی باید مقاومت کنی که مثلا خودت نبازی. آره نه بحث مقاومت نیست، تو تمام راهایی که به ذهنت میشه باید امتحان کنی. بعد دیگه مثلا اگه نشه باید روشتو عوض کنی، چیز عوض کنی. یعنی راهش اینه مثلا میگم مثلا این نشه خب دیگه میرم یه کار دیگه میکنم ولش کن. میگم ولی راهش اینه که ادامه بدی، یعنی خسته نشی. یعنی نمیدونم واقعا یک ابهام خیلی بزرگی آجی تایی پول در آوردن ها. اوضاع ما توی اوضاع چیزی هم خراب شروع کرد. آره دیگه مثلا توی الان مثلا تو فکر کن ما کی شروع کردیم؟ فروردین 405 دیگه نه؟ فروردین 405 تو مثلا شروع میکنی توی تایمی که مثلا جنگ بوده، اینترنت از قبلش قطع بوده، بعد تحریم بوده، یک هفته وصل شده، دوباره مثلا قطع شده، جنگ هنوز ادامه داره. جنگ ها مثلا تا کی بود؟ تا تیر فکر کنم 90 روز اینا، تا برج 2 یا 3 فکر کنم جنگ بوده. آره برج 2 یا 3 مثلا جنگ بوده. بعد تو اوضاع جنگی مثلا اوضاع عادی نیست که مثلا تو یه مثلا یه شرکتی داری یه خدماتی ارائه میدی. اصلا آجی فکر کن تو اولین شرکتی که اومدن تو سامانه کاتب ما ثبت کردیم تو بیرجا ما بودیم. هان دیگه تو فکر کن تو سال 405 حالا به گفته خود کسی که شرکت ثبت می‌کرد ما رفتیم اونجا، میگه شما اولین شرکتین که با این سامانه جدید تونستین ثبت کنین، شرکت ثبت کنین و تو سال 405 این کارو انجام دادین. این خودش مثلا نمیگم یه کار خیلی خفنه، میگم یه چیز جدیدیه. بعد تو این اقتصاد بیای مثلا چیز کنی، بیای فکر کن شروع کنی یه کسب و کاری رو، بعد بیای راش بندازی، بازاریابی کنی، همه اینا رو بدون هیچ پشتوانه‌ای انجام بدی با توجه به شرایطی که الان اقتصادی خرابه. بعد فکر کن تو این تایمی که ما کار میکردیم نه هوش مصنوعی دسترسی داشتیم، نه این اوایل تا
یک ماه پیش ما هیچ اینترنتی نداشتیم. درست نداشتیم حاجی. نه اینترنت درست اینترنت نداشتیم. تو با یک گیگی 1 میلیون تومان پول میدادی که بتونی به اینترنت آزاد وصل. یکی 1 میلیون تومان دیگه بودی حاجی. هیچ وقت یادم نمیره 800,000 تومان رفت برای پی وی سی. آره دیگه مثلا یه اپی ما خودمون اینترنت داشت، اینترنت گرفتیم، یه اپی بود پی وی سی. فکر کن ما گرفتیم اینترنت گرفتیم و وصل شده به چیز یه آپدیت ریزی برای اینکه مثلا بفهمیم، برای اینکه ما بفهمیم مثلا آیا مثلا بدون سایت های، یعنی خود اپ میتونه لوکیشن دقیق به ما بده که مثلا تابش خورشید و این چیزا رو بتونیم در بیاریم. آره. یا مثلا نیاز ما از چند تا سایت واسطه استفاده کنیم، به خاطر که اگه اپ بده خیلی برای ما راحت تر میشد طراحی اون جایی که میشه توش پنل ساخت و همین چیزی. میدونی؟ آره. برای همین ما مثلا فکر کن یه تجربه‌ای که بفهمیم این کار جواب میده یا نه، بلوش 800,000 تومان مثلا یه اپی رو تو وصل کنی به اینترنت برای آب میخوره. و مثلا کسی که مثلا ما که بدون هیچ پشالات بس خیلی مبلغ زیادی نیست، ولی خب مثلا میام چی کار ساده اینقدر داره آب میخوره. آره اصلا خیلی ما تو اوضاع بدی شروع فکر کن مثلا گوشی تو وا میکنی میری تو اسنپ خواهی تست کنی که مثلا اینجایی که تو هستی چیز میده، آنتن میده یا نه، ولی یعنی قبض تلفن 800,000 تومان فکر کن اینجوری بهش فکر کن. یه همچین کار ساده ای خیلی حاجی چیز بود.